دوستان زیرنویس میکنن. از طریق شماره واتساپ برنامه میتونید تماس بگیرید و در این برنامه شرکت بکنید. اولین تماس رو میگیریم از ایران. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. تماس این دوست عزیزمون مثل این که مشکل داره. بینندگانی که اگر تماسشون برقرار نمیشه میتونن پیام صوتی بگذارن و پیام هاشون رو انشاءالله در برنامه بعد پخش خواهیم کرد و جواب خواهیم داد. بیننده عزیزی پرسیدن که ساخت گنبد و مناره های بلند بر روی مساجد سنت است یا بدعت که بین شیعه و سنی مشترک است. بیننده ای که 4 شماره اخیرشون 3198 از ایران این سوال رو پرسیدن. ببینید، اولا ما باید مفهوم و معنای بدعت رو بفهمیم. سنت چی است، بدعت چی است. هر امری که، هر کاری که، هر شیئی که به عنوان عبادت در دین اضافه بشه، اینو بهش میگن بدعت. به طور مثال نمازهای گوناگون خواندن، والا این نماز روز یک شنبه است، این نماز روز دوشنبه است، این نظر بی فلان هست، یا این مثلا زیارت فلان پیر و شیخ و ولی و امام هست که فلان ویژگی ها رو داره، یا تغییر و تبدیل آوردن در امور عبادی. اینها همه بدعت محسوب میشه. من احدث فی امرنا ما لیس منه فهو رد. هر کسی که در این اموری که رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان دین برای ما آوردند که جز دین نباشد و کسی بیاد اینو در دین اضافه بکنه، این رد است. حالا مناره و گنبد و محراب، آیا این اشیایی که امروزه در مساجد وجود دارد و قبلا در مساجد وجود نداشته، آیا این به عنوان جزئی از نماز اضافه شده، جزئی از این رکن اساسی دین که نماز هست اضافه شده؟ اگر هر عملی که جزئی از نماز اضافه بشه، این میشه بدعت. مثلا در جامعه بیان بگن که مسجد بدون مناره نمیشه، مسجد بدون گنبد نمیشه، نماز بدون مناره و گنبد و محراب نمیشه. اگر همچین اعتقادی وجود داشته باشد، در آن صورت به این میگن بدعت. این عملی است که در جزئی از نماز نبوده و بعداً اضافه کردن. اما در مورد تک تک بریم جلو. در مورد محراب، مثلا محراب به عنوان جزئی از عبادت و جزئی از نماز اضافه نشده. نه جزء واجبات است، نه جزء فروض است، نه جزء سنن است، نه جزء مستحبات است، نه جزء نوافل نماز هست. اصلا وجود محراب یا عدم وجود محراب در نماز هیچ تأثیری رو وارد نمیکنه. پس به این دلیل محراب رو چرا ساختن؟ محراب به خاطر این بود که مساجد در سابق مثل مساجد امروزه نبود، خیلی ساده بود و رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند یکی از علامات قیامت این است که مساجد زینت داده می شود، چراغان می شود. این از علامات قیامت است. و این که فرمودن از علامات قیامت هست، به این معنی که این عملی است که رخ میداد و کسی نمیتونه جلوی این رو بگیره. و امروز میبینیم مسجدی نیست که زیب و زینت نداشته باشد و مسجدی نیست که چراغان نباشد. در سابق مسجد مثل یک اتاق بود. مثلا شما سالونی دارید، وارد سالن یک مهمان جدید بشه، از شما میپرسه که قبله کدام طرف است. به خاطر اینکه وقتی که فتوحات زیاد شد و در
جاهای مختلف مساجد ساخته شد، در بین راه‌ها، در کاروانسراها مساجد ساخته شد، مصلاها ساخته شد. مردم وقتی که تازه وارد میشن نمیدونستن قبله کدام طرف است. بعد اومدن یک منطقه رو به اصطلاح نشاندهی کردن به عنوان اینکه قبله این طرف است. خب به مرور زمان همونطوری که همه شؤون زندگی ما تغییر کرد، طرز لباس پوشیدن، حالا مثلا همین استایل موها رو نگاه بکنید، دهه 90 از سال 2000 به بعد تا 2010 تا الان تا 2023 زمین تا آسمان فرق کرده. جوانها رو ببینید در مثلا 20 سال پیش چطور استایل موهاشون بود، لباسهاشون چطور بود، الان چطور است. و مساجد هم همینطور، مصلاها هم همینطور. به مرور زمان با تغییر و تبدیلی که در زندگی انسان ها آمد، اینا همه تغییر کرد. مثلا قبلا شاید تا چیزی در حدود مثلا 30-40 سال پیش کسی مسجد رو فرش نمی کرد، یعنی فرش نمی انداختن در مسجد. حصیر بود، بوریا بود، خیلی هم که مثلا چیز بود یا صفهایی درست می کردن و موکت می انداختن. یا الان یعنی به طور عموم می بینید که همه مسجد با قالی فرش میشه، به این شکلی که امروز چراغان بود اون موقع نبود. این محراب هدف اصلیش این بود که جهت قبله در مصلاها یا مساجد مشخص بشه. آهسته آهسته این جز شد جزئی از بنای مسجد. و اگر شما در بعضی از کشورها ملاحظه کرده باشید، امام در محراب نماز نمیخونه. از محراب یک صف پایینتر به اصطلاح محراب رو رها میکنه، یک صف رو هم رها میکنه، بعد از اون میاد وای میسته. در اکثر مساجد مثلا در کشورهای عربی ببینید اینطوری است، چون بعضی از علما اعتقاد دارن که نماز خواندن، این که حتما امام باید داخل محراب وایسته نماز بخونه، این بدعت است. جای مشخصی برای امام نیست، همون در صف اول امام قرار میگیره. این که حتما داخل محراب باشه این جزئی از ارکان نماز، سنن و واجبات و نوافل و مستحبات نماز نیست. این حکایت محراب. آیا الان وجود محراب ها در مساجد بدعت است؟ چون جزئی از نماز محسوب نمیشه، ما نمیتونیم 100% بگیم بدعت است. اما به این شکل مجللی که در بعضی از کشورها میسازن، میلیون ها خرج میشه به خاطر یک محراب و نوشته ها و رنگامیزی ها و اینا جایز نیست. اینا جزء اسراف است. حتی اگر که محراب ساختنش جایزم می بود و این گونه مصارفی که در محراب صورت میگیره، این اسراف است. بهتر است که این پولها در خرج و مصرف بشه برای مستمندان و فقرای امت اسلامی که نیاز دارن. مناره چطور ساخته شد؟ طبق بعضی از روایات یعنی مناره بوده از صدر اسلام بوده که من انشاءالله خدمت شما عزیزان بیان میکنم. مناره چی است؟ یک جای مرتفعی که مؤذن میرفت اونجا. قبلا چون که بلندگو نبود، مؤذن میرفت اونجا. مثلا بلال رضی الله تعالی عنه یکی از صحابیات میگه که میومد مثلا پشت بام خونه ما، چون بلندتر بود، در اونجا اذان میداد. کلا جدا از مسجد بود. مناره برای چی ساخته شد؟ چون مسجد یک طبقه بود، مناره رو کمی بلندتر می ساختن، تقریباً به اندازه 2-3 برابر ارتفاع مسجد. در اول از گل می ساختن. مؤذن میرفت، پلایی داشت، میرفت بالا. اونجا که اذان میداد تقریباً جزء بزرگ از شهر صدای مؤذن رو میشنیدن. اون موقع این ماشین و این سر و صداهای کولر و فلان اینا نبود. یعنی وقتی که مؤذن اونجا اذان میداد، خاصا مؤذنین انتخاب میکردن مثل بلال رضی الله تعالی عنه که صداشون بلند بود، این صدا میرسید. یعنی شاید تا حدود 1 کیلومتر راه صدا شنیده میشد. در طبق بعضی از روایاتی که من سرچ کردم، اولا این رو باید بگیم که وجود مناره برای مسجد شرط نیست. همونطوری که در شروع صحبت‌ها گفتم، نه فرض است، نه واجب است، نه سنت است، نه مستحب است، نه هیچ اصلا، یعنی جزئی از اینا نیست. جزئی از شروط مسجد بودن، مصلا بودن، نماز خواندن نیست. بلکه برای رساندن صدای اذان
به تعداد بیشتری از مردم یک جای مرتفعی رو در کنار مسجد ساختن که همونطوری گفتم به مرور زمان این تغییر کرد و بعداً شعاری شد از مسجد، شعاری شد از اسلام در بعضی از کشورها. اما چون جزئی از اذان نیست، جزئی از مسجد نیست، جزئی از نماز نیست و بدون اون نماز درست است، هیچ اشکالی نداره، این اجماع علمای اسلام بر این است، به خاطر همون ما نمیتونیم بگیم که 100% این بدعت است. امروز هم که مناره رو بلند میسازن، به جای مؤذن در اونجا بلندگوها رو نصب میکنن و صدا تقریبا میشه گفت به مسافات خیلی دوردستی میرسه. در ابو داود فکر کنم یک بابی است که باب الاذان فوق المناره، یعنی این نشون میده که در از صدر اسلام همون جای مرتفع بلندی رو که در اونجا اذان میدادن بهش میگفتن مناره. حالا ساختن مناره در مساجد امروزی بدعت است یا سنت است؟ میتونیم بگیم نه سنت است نه بدعت است، یک نیازی بوده که به مرور زمان مسلمان ها مثلا نیاز پیدا کردن به این که یک جای مرتفعی بسازن که در اونجا اذان بدن یا جای مرتفعی بسازن که در اونجا بلندگوهای خودشون رو نصب بکنن. اگر بگیم که این بدعت است 100%، خب این فرشی هم که امروز در مسجد پهن میکنید خب میتونیم بگیم اینم بدعت است. مثل زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم مسجد رسول الله با سنگریزا فرش بود. حتی بعضی صحابه میگه در موقع گرمیا تعدادی از سنگریزا رو میگرفتیم در دستمون یا در گوشه لباسمون، این سرد میشد و وقتی که سجده میکردیم جلوی چیزا میبینید که پیشانیمون نسوزه. بچه‌ها اینو دلیل آوردن که به مر سجده میکردن، به خاک سجده میکردن. نه، این نبود، چون نداشتن. بعد از مدتی حصیر یک نوع فرشی است که از نیزارها ساخته میشه، میبافنش و از اون فرش کردن. بعد در زمان عبدالملک ابن مروان و اینها اومدن به اصطلاح از نوع گریم فرش کردن، پس بعداً اومدن قالی فرش کردن. یعنی به مرور زمان مثل زندگی ما مناره هم چی شد؟ تغییر کرد. گنبد چرا ساختن؟ گنبد یک نیاز هندسی بود برای مساجد، نه اینکه جزئی از دین و جزئی از مسجد و جزئی از نماز شمرده بشه. گنبد یک کار هندسی بود که بیشتر در زمان معمار سنان، معمار معروفی که در زمان سلطان سلیمان قانونی مهندس ساختمانی بود و ایشون اکثر مساجد بزرگ استانبول رو که ببینید مثل مسجد سلطان سلیمان یا منطقه سلیمانیه که میگن، مسجد شهزاده مثلا، مسجد مهربانو و تعدادی از مساجد معروف و بزرگ استانبول و تاریخی رو ایشون ساخته. بعضی از قصور و بعضی پل‌ها رو ساخته. ایشون اومد یک سیستم هندسی به اصطلاح در مسجد ساخت که وقتی امام در به اصطلاح در محراب قرائت میکرد در نماز، این صداش به شکل هندسی میپیچید در مسجد و طریق گنبد به همه مسجد پخش میشد. مثلا اگر چون مساجد خیلی بزرگ شده بود، 100 صف هم برق نبود، بلندگو نبود، 100 صف 200 صف هم اگر مردم وای میستادن، این صدا چون میپیچید در مسجد به انتهای مسجد صدا میرسید. شما الان مثلا برید در مساجد تاریخی یک کلمه بگید الله، کسی که در کنار شما وایستاده و کسی که مثلا 200 متر دورتر از شما در ته مسجد هست صدای شما رو خیلی با وضاحت میشنوه. این یک نیاز هندسی برای رساندن صدا بود. و نه تنها در مساجد، این گنبدها در خانه ها هم استفاده میشد، در کاروانسراها استفاده میشد، در عمارت های سابق چه در شرق چه در غرب استفاده میشد. و این جزئی از دین نیست، یعنی جزئی از مسجد، جزئی از نماز، جزئی از نماز جماعت شمرده نمیشه، بلکه یک نیازی برای رساندن صدا به انتهای مسجد بود. بله، حالا امروز ایده بیان آقا این گنبدها رو خراب بکنید که اینها بدعت است. نه به اون شوری شور و نه به این بی‌نمکی، نه بدعت است و این یک نیازی بود که ساخته شده. اما آیا امروز ساختن این گنبدهای مجلل با این طلاکاری‌ها و نمیدونم مینیاتوریا و با این مصارف انگفتی که میشه، آیا این کار خوبی است؟ هرگز کار خوبی نیست، اسراف است
همونطوری که گفتم به جای خرج بکنی در گنبدهای مساجد، این رو خرج بکنی در بهتر شدن احوال مسلمین، این خیلی بهتر است. آیا وقتی مسجد میسازیم محراب و منبر و گنبد ساختن لازم است؟ هرگز لازم نیست. مسجد، مثلا من هزاران مسجد دیدم در کشورهای مختلف، خاصا در کشورهای خلیج، در کشورهای عربی، بدون گنبد است، هیچ مشکلی هم نداره. همینطور یک سقف مسطح کامل خیلی هم عادی، هیچ مشکلی هم در این مساجد وجود نداره. مثلا منبرها رو دیدم خیلی ساده، یک قسمتی رو همینطور گچکاری ساده کردن، مردم که وارد میشن متوجه میشن که قبله این طرف است. مناره ها خیلی کوتاه و خیلی ساده و امت اسلامی باید به این طرف برن، به جای اینکه مساجد رو با این پولهای گزاف بیایید شما تزیین بکنید. این بدعت است، این خلاف سنت است، این خلاف امر رسول الله صلی الله علیه و سلم است. به جای اون این پولها خرج تعلیم، خرج غذا، لباس، خرج مدارس، مکاتب، بیمارستان ها و بهبود امور معیشتی مسلمان ها بشه، خیلی بهتر و به سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نزدیکتر است. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر انصاری یک سوال داشتم پرسیمش. بفرمایید. سوال ما همی که درباره خداوند درباره اهل کتاب میفرماید در قرآن. بله. که با اهل کتاب شما میتونه که ازدواج کنه یا که با اهل کتاب میتونه طعامشو بخوره. بله. همین قسم چیزا. همین خواستم که همین سوال ما همی که همین اهل کتاب کدام کسا اهل کتاب حساب میخورن و در کدام عقیده باشن که بله. مثال ما اهل کتاب حساب میخورن که خداوند بگه مد نظرش برسه. درست. چشم، در این مورد صحبت میکنیم. تشکر از شما. خدا نگهدار. خداحافظ شما. بعضی امروز میگن که این اهل کتاب که مثلا ازدواج کردن با دخترای اینها جایز است، خوردن ذبیحه و غذای اینها جایز است و نشست و برخاست با اینها اشکالی نداره، غیر از اون اهل کتابی است که زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن، اینها مشرکن، اینا فلان فلان فلان. این حرف بیجاست. همین یهود و نصارا با همین اعتقاداتی که امروز هستن، همین اعتقادات در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم همین اعتقادات بوده، هیچ تغییر نکرده. مثلا وقالت الیهود عزیر ابن الله، همین آیه قرآن است. یهود میگفتن که عزیر فرزند خداست. وقالت النصارى ان الله ثالث ثلاثه، نصارا میگفتن که خدا سه تاست، خدای پدر، خدای پسر، روح القدس است. خب همین اعتقادات رو نصارا در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم که همین آیات و همین احکام در تعامل با نصارا و یهود نازل شده، همونا هستن، تا امروز هم تغییری نکردن. منتها یک نکته مهمی رو اینجا در نظر بگیریم که ذبیحه اهل کتاب یعنی یهود و نصارا و فرقه‌ای مثل صائبی ها که در فکر کنم در عراق هستن هنوزم، یا همین یزیدی ها که بهشون میگن، اینا جز اهل کتاب محسوب میشن. این فرقه ها که ذبیحه اونها حلال است، ازدواج با زنهای اونها حلال است، نه اینکه شما دختر بدین به اونها، یعنی با دخترهای اونها ازدواج بکنید اشکالی ندارد. این حکم اهل کتاب است. اما یک نکته ای است، آیا امروز همین کسایی که مثلا طرف میره در روسیه میگه که والله این دختر روسی خوش آمد میخوام با این ازدواج بکنم، بعد دنبال یک ملایی میگرده که فتوا بده که ازدواج با اهل کتاب جایز است و بعد میره با اون ازدواج میکنه. اما اینجا یک نکته خیلی باریک است. بعضیا اینجا فریبکاری میکنن، حیله‌گری میکنن. آیا این دختر روسی که امروز تو میری با او ازدواج میکنی، آیا این مسیحی با ایمان هست؟ ارتدوکس است؟ کلیسا میره؟ به انجیل ایمان داره؟ دیندار است؟
در دین مسیحیت یا نه ملحد است. اگر ملحد است ازدواج با زن ملحد جایز نیست. وقتی که اون مثلا میگن که رفته در آلمان میخواد با یک دختر آلمانی ازدواج بکنه، میگه ازدواج با اهل کتاب جایز است، اما اون دختر آلمانی که تو داری باش ازدواج میکنی یا میخوای باش ازدواج بکنی اصلا به مسیحیت اعتقاد نداره، نه به مسیحیت اعتقاد داره، نه به عیسی علیه السلام اعتقاد داره، نه به موسی، نه اصلا بیدین است، اصلا ملحد است. ازدواج کردن با یک زن ملحد جایز نیست. با اهل کتاب یعنی کسی که پابند به احکام انجیل و تورات تحریف شده امروزی هم باشه، المهم پایبند به احکام انجیل و تورات و کتاب هاشون باشن، در اون صورت ازدواج با آنها جایز است، ذبیحه اونها حلال است. الان طرف قصاب است، بیدین، ملحد، هیچ به خدا و پیغمبر اعتقاد نداره، اون گوسفندی رو که ذبح میکنه اون به طریقه مسیحیت اهل کتاب ذبح نمیکنه، یک ملحدی است، حسن هیچی هم نمیگه، هر طوری که میزنه با به کلش گوسفند رو اول مردار میکنه بعد از اون سرشو میبره. خب این جایز نیست. این رو در نظر بگیریم برادر عزیز. وقتی که ما میگیم اهل کتاب، آن منظور آن اهل کتابی هستند از یهود و نصارا و صائبه و غیره که به احکام دینشان پابند باشن، ولو همین دین محرفی که امروز دارن، چون این دین از الان تحریف نشده، زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم همین دین تحریف شده بود. اما اگر همینا ملحد باشن، بیدین باشن، مشرک باشن، بت پرست باشن، در اون صورت ازدواج کردن با اونها جایز نیست و خوردن ذبیحه اونها جایز نخواهد بود. بیننده عزیز سلام علیکم. خب دوستان عزیز اشاره میکنن که یک میان برنامه بگیریم، بعد از این میان برنامه انشاءالله دوباره در خدمت شما عزیزان خواهیم بود، با ما همراه باشید. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأمان. به کانال تلویزیونی ندای حق خوش آمدید. اگر تا کنون عضو کانال ما نشده اید لطفاً کانال ما را سابسکرایب نموده و دکمه زنگوله را فشار دهید تا از جدیدترین ویدیوهای جالب ما مطلع گردید. فراموش نکنید که با عضویت در کانال ندای حق و نشر و اشتراک گذاری ویدیوهای ما شما هم در مسیر دعوت با ما همکار می گردید. ندای حق، ندای توحید و حقیقت. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأمان.
با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی. یک بیننده عزیزی که 4 شماره آخرشون 5400 هست پرسیدن که شخصی از شوهر اولش طلاق گرفته و دارای 3 فرزند است. بعدش دچار مشکلات زیاد در زندگی شده و با شخص دیگری با حضور تنها 2 شاهد نکاح کرده و پس از مدتی از وی جدا شده. حالا شوهر اولیشون دوباره میخواهد با وی نکاح کند. آیا این درست است؟ آیا نکاح دومی در حضور تنها 2 شاهد درست شده؟ و اگر هدف زن از نکاح دومی حلاله باشد، آیا نکاح با شوهر اولیش جایز می باشد؟ ببینید، در اینجا یک مسئله رو خدمت شما عزیزان باید ذکر بکنم. اولا اگر هدف ایشان از این به اصطلاح درامه ای رو که ذکر کردن، از این مسئله که رخ داده حلاله باشه، که حلاله چی است؟ طرف 3 طلاق میشه یا مردی 3 طلاق میده، بعدم پشیمان میشه، بعد میرن با یک مرد دیگری اتفاق میکنن که با او یک نکاح بکنن، اما همبستر نمیشن. یک نکاح میکنن، بعد از چند روز او طلاق میده، بعد میره شوهر اولش میگه که خلاص الان اون نکاح کرده و من میتونم باش ازدواج کنم. این یک فریبکاری است. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که لعن الله المحلل والمحلل له. خداوند لعنت کرده است. لعنت خدا یعنی چی؟ یعنی جهنمی شدن. خداوند لعنت کرده است کسی که این کار رو میکند و کسی که این کار برای او صورت میگیرد. هر دو طرف، یعنی هم کسی که میره با یک زنی ازدواج میکنه به خاطر که اون رو یعنی حلاله بکنه برای شوهر اولش، و هم اون شوهر که این کار رو انجام میده، این هر دوتاش مورد لعنت الله سبحانه و تعالی، و لعنت الله متعال یعنی چی؟ یعنی عذاب جهنم. این موضوع اول. طریقه شرعی ما چیزی به نام حلال نداریم. این نه جز دین است، نه در نزد اهل سنت، نه در نزد شیعه، نه در هیچ گروهی نیستیم. این کار باطل و ناجایزی است. یعنی در دین همچین چیزی وجود نداره. این یک فریبکاری است. فریبکاری است که مردم انجام میدن. خب طریقه درستش چی است؟ طریقه درستش این است که کسی زنش رو 3 طلاق داد، 3 طلاق شرعی تمام شد، بعد از اون عده‌ش رو که گذراند، نه اینکه یک درامه سناریوی قبلا درست بکنن، یک مردی اومد خواستگاری کرد، زن رفت با اون ازدواج کرد. 1 روز، 2 روز، 1 ماه، 1 سال، 10 سال از این ازدواج گذشت و اینا همبستر شدن، حالا فرزند آوردن نیاوردن، اینا مسئله جداگانه است. بعد از اون طلاقش داد، جدا شدن. بعد از این که اینا به این شکل جدا شدن، امکان دارد که شوهر اولی دوباره نکاح بکند، مهر بدهد، دوباره با این زن ازدواج بکند. در غیر اون نمیتواند ازدواج بکند. یعنی در دین نباید تو یک سناریوی پیش از پیش آماده بکنی. این کاری است که مورد لعن الله و رسولش قرار گرفته. میایم در مسئله ازدواج ایشان که بدون شاهد به اصطلاح ازدواج کردن. ببینید در حدیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از ازدواج یک زن مسلمان بدون اذن و اجازه ولی منع کردن. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صریح و صحیح در ترمذی، ابو داود، نسائی، ابن ماجه و غیره روایت شده است که لا نکاح الا بولی. نکاح نمی شود، امکان ندارد مگر با وجود ولی. ولی کی است؟ پدر، برادر، عمو، دایی. اگر هیچ کدام از اینا نبودن یا هیچ کدام از اینها صلاحیت ولی بودن رو نداشتن، مثلا یک پدری است، شرابی است، مواد مخدر استفاده میکنه، بیدین است، ملحد است، نماز نمیخوانه، مثلا یکی از اموری که ولایت پدر رو ساقط میکنه و ولایت دختر و فرزندانش تعلق میگیره به حاکم مسلمان ها، این است که پدری نماز نخونه، پدری ملحد بشه، مشرک بشه، و یا اینکه عقلش زائل بشه، یا اینکه شراب و مواد مخدر استفاده بکنه که
قدرت تفکر و ترکیز و تصمیم گیری نداشته باشه، در این صورت ولایت به برادر، به عمو، به دایی و اگر اینا نبودن به حاکم و ولی امر مسلمان ها تعلق میگیره. هدف از اینکه اذن ولی باشد در نکاح این است که مسئولیت و حفاظت عزت و شرف و جان یک دختر و یک زن هست در اسلام. این به خاطر زن است، نه به خاطر، بعضی فکر میکنن این به خاطر تنقیص شخصیت زن یا به خاطر توهین به زن هست. نه خیر، برعکس هدف اصلی اسلام این است که اون مقام و کرامت و عزت شرف زن حفظ بشه، که هر کسی بیاد هر جا. چون ببینید تصمیم گرفتن در اموری مانند ازدواج، چون زنها عادتا احساساتی می باشن و ما خیلی از در دور و برتون همینطور یک سرچی بکنید چقدر ازدواج هایی که بر اساس احساسات و عواطف زن انجام شده منجر به طلاق، جدایی و مشکلات شده. چون مرد عادتا عقلانی فکر میکنه، زن احساساتی و عاطفی فکر میکنه. این به این معنی نیست که زن عقل نداره، عقل داره. کسایی که فکر میکنن که نه این به معنی این است که زن عقل نداره. ببین در تصمیم گیری مرد قبل از همه چیز از عقل خودش استفاده میکنه، زن قبل از اینکه از عقل استفاده بکنه از احساس و عاطفه استفاده میکنه. حتی در قضیه شهادت دو مرد و یک زن وقتی که بیان میشه دلیلش هم این است که زن عاطفی است، برخوردش عاطفی است، تصمیم گیریش عاطفی است. پس ولی به خاطر مسئولیت زن هست، نه به خاطر تنقیص شخصیت زن. و هر موقع که ولی اون شروط و صفات ولایت رو نداشته باشه، ولایت منتقل میشه به کی؟ به کسانی که بعد از او میان، تا میرسه به کی؟ به حاکم. همه مذاهب اسلامی بر این متفق هستند که لا نکاح الا بولی، چه برای بکر باشه چه برای ثیب باشه، یعنی چه برای زن باکره باشه، دختر باکره باشه، چه برای زنی که مطلقه است یا بیوه است، فرق نمیکنه. برای هر دوتای اینها شرط این است که اجازه ولی باشه، یا خود ولی یا وکیل ولی، یا اینکه مثلا عمو، دایی، چیزی رو که زن به اصطلاح اون رو به عنوان وکیل خودش تعیین کرده باشه به اذن ولی امرش. اما در مذهب حنفی در اینجا سه گروه هستن، علمای احناف سه گروه هستن. یک عده میگن که نه، ولی شرط است، ولی باید باشه، بدون اذن ولی نکاح نمیشه. عده دیگر میگن که اگر که ولی نباشه اما رضایت داشته باشه نکاح درست است. گروه سوم چی میگن؟ میگن که مادامی که عاقل باشه، بالغ باشه، فهمیده باشه، در اون صورت ولایت ولی بودن در نکاح شرط نیست. این قولی است که فقط احناف و اونم تعدادی از علمای احناف گفتن و شرط هم گذاشتن که عاقل باشه، بالغ باشه و صلاحیت این رو داشته باشه که تصمیم گیری بکنه، نکاحش صحیح هست. نه اینکه مثلا حالا امروز مردم بالعموم و متاسفانه بعضی از مردها از این مسئله سوء استفاده کردن، میرن با یک دختری مثلا خودش اصلا شافعی است، اصلا حنبلی است، مالکی است، سلفی است، اصلا به مذاهب پابند نیست، میره یک دختر بیچاره ای رو پدرش راضی نیست، اونو فریب میده، بعد میگه که بیا من و تو نکاح میکنیم، یک دو نفر شاهدی رو میارن از یک جایی، نکاح میکنیم. و وقتی که دختر بگه که خب ولی، میگه ولی در مذهب حنفی که شرط نیست. یعنی طول زندگی سلفی بوده، تو این مسئله که اومد بعد میشه حنفی. اونم حنفی یک شاخه شاذی که این نکاح رو به اصطلاح بدون حضور ولی جایز میدانن. پس حاصل این است که نکاح بدون حضور ولی و اذن ولی و یا وکیل ولی جایز نیست. جمهور علما همین رو میگن. اما حالا مادامی که این یک چیزی بوده گذشته و الان شاید که مدت‌ها از این مسئله گذشته باشه، امید است که مشکلی وجود نداشته باشه و این نکاح صحیح باشه، طبق همین قول شاذی که در نزد احناف وجود دارد. نوشتن اگر هدف از نکاح دومی حلاله باشد، آیا نکاح با شوهر اولی جایز می شود؟ ببینید اینجا اگر که قضیه حلاله وجود داشته باشه، همون حیله‌گری که گفتم،
خداوند هم کسی که این کار رو کرده و هم کسی که این کار رو میکنه و هم کسی که براش این کار صورت گرفته، همه اینا رو الله سبحانه و تعالی لعنت کردن و این یک حیله‌گری است. مادامی که این یک حیله‌گری است، این نکاح جایز نیست. این نکاح جایز نیست. بعضیا میگن که خب حالا حیله از هر چی است، ازدواج کرده، مادامی که ازدواج کرده خلاص نکاح دوباره برگشتنش به شوهر اولش جایز است. اینم از جمله اقوال شاذی است که بعضی از علما بهش فتوا دادن. به همین دلیل اولا در قضیه طلاق دادن، جدا شدن، تصمیم گرفتن در این مسائل انسان خیلی جدی باشه، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که 3 چیز است که جدیش هم جدی است، شوخیش هم جدی است. یکی نکاح، یکی طلاق. به خاطر همین نباید که با حیات و زندگی خودتون و فرزندانتون و شوهرتون یا با همسرتون بازی بکنید و بعد از اینکه یک اتفاق افتاد بعد دنبال یک چاره‌ای بگردید که چطور حلال بکنیم چطور حرام بکنیم. این رو باید دوستان عزیز در نظر داشته باشن. بیننده در یوتیوب نوشتن که خب ما پول داریم، میخوایم مسجدمون هر طوری که دوست داریم بسازیم. خب بسازید، شما هر غلطی که میخوای بکنی بکن. کسی شما رو مجبور نکرده، حتی کسی شما رو مجبور نمیکنه که بیا مسلمان شو. هیچ اجباری نیست. اینجا سوالی شد و ما جوابی دادیم از منظار دین، منظار شریعت. شما دوست داری برو مسجدی از طلا بساز، فردا پیش خداوند تو پاسخ میدی، من پاسخ نمیدم. اما وقتی کسی از ما میپرسه که حکم دین و حکم شریعت در این مسئله چی است، ما حکم رو بیان میکنیم، کسی رو مجبور نمیکنیم و سلطه‌ای هم بر کسی نداریم که کسی رو مجبور بکنیم که آقا شما تو باید حتما اینطوری مثل آنچه که ما دوست داریم اونطوری تصمیم بگیری. شما هر غلطی که دوست داری انجام بده، پول داری هر راهی که میخوای خرج کن، تو پیش خداوند پاسخ میدی، من که پاسخ نمیدم. آنچه که ما مسئول هستیم، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. کسی که منکری رو میبینه، کار غلطی رو میبینه، با دستش تغییر. فمن لم یستطع فبلسانه. کسی که نمیتونه به زبانش. ما به زبان خودمون سعی میکنیم که اشتباهات رو اصلاح بکنیم. این که شما عمل میکنید یا عمل نمیکنید، حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد مخاطبین رسول الله الله متعال میفرماید لست علیهم بمسیطر، تو بر اونها سیطره نداری. فذکر انما انت مذکر، تو فقط یادآوری کن، تو فقط یک کسی هستی که پند دهنده هستی، یادآور کننده هستی. و اینکه اون طرف چه تصمیم میگیره اون اختیارش دست خودش است و نه رسول الله صلی الله علیه و سلم، نه علمای دین، نه مبلغین دین، نه دعوتگران بر هیچ کس سلطه و تأثیری ندارن. انما ما آنچه که هست رو بیان میکنیم. بیننده عزیز نوشتن که در فلسطین گروه هایی که می جنگن معرفی کنید کدامشان بر حق است. ببینید در فلسطین گروه های مختلفی هست، یعنی یکی دوتا نیست. در فلسطین گروه های کمونیستی بودن در دهه 60 70 80 تا اوایل دهه 90. گروه های کمونیستی بودن با افکار کمونیستی مارکسیستی فعالیت میکردن، حتی بر علیه اسرائیلیا می جنگیدن، اما از منظار دینی نبود، از دیدگاه دینی نبود، دیدگاه کمونیستی بود و فعلا خیلی کم رنگ شده این گروه، همونطوری که در سراسر دنیا. حرکت فتح هست، یک گروه که یاسر عرفات در رأسش بود که فعلا محمود عباس هست. اگر مثلا میخواید عبدالله ابن ابی ابن سلول رو در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم در این زمان ببینید، همین یاسر عرفات و محمود عباس، حرکت فتح به اصطلاح. اینا درست است که در بینشون انسان‌های خوبی بودن، انسان‌هایی که واقعا جنگیدن با اسرائیلی ها، روابطشون با حرکت‌های اسلامی هم خوب بود، اما عموما کسانی که سیطره دارن بر این گروه ها انسان‌های لاییکی هستن که از صهیونیست‌ها صهیونیست‌ترن. فعلا یک هماهنگی و انسجام کامل امنیتی بین حرکت فتح که در رام الله و قسمت‌هایی از شهرهای فلسطین سیطره دارن و اسرائیلیا وجود داره. یعنی شما فکر کنید که رام الله و حیفا فرقی نمیکنه. در حیفا مثلا اسرائیلیا حکومت میکنن، در رام الله حرکت فتح حکومت میکنه، اما ظلمی که بالای مسلمان ها در رام الله صورت میگیره کمتر از ظلمی که در حیفا و در بقیه شهرهای تحت سیطره
اسرائیلی ها است نیست. در کلا حرکت های اسلامی که در فلسطین فعالیت کردن، همین کتایب عزالدین قسام است که عزالدین قسام یکی از مجاهدین فلسطینی بود که بر علیه استعمار بریتانیا و حرکت های صهیونیستی که در بعد از سقوط خلافت اسلامی در فلسطین جای پا باز کرده بودند جهاد کرد و به شهادت رسید. این کتایب عزالدین قسام یا گردانهای عزالدین قسام که شاخه نظامی حرکت اسلامی حماس هست، این به اسم همون شخص عزالدین قسام رحمت الله علیه نامگذاری شده. حرکت مقاومت اسلامی که با مخفف حماس ذکر میشه رو شیخ احمد یاسین رحمت الله علیه یکی از رهبران اخوان المسلمین در فلسطین تأسیس کرد. دو بخش داره، یک بخش سیاسی، یک بخش نظامی و تقریبا میشه گفت فعالیت هاشون از هم جدا هست. بخش نظامی و بخش سیاسی از هم جدا هست، اما عموما یک هماهنگی سیاسی و رسانه‌ای در بینشون وجود داره. حرکت حماس اکثرا میشه گفت 100% اهل سنت هستن، انسانهای موحد هستن بیشترشون و اهل عقیده و توحید هستن اکثرشون. و گروه دیگری که در کنار حماس فعالیت میکنه حرکت جهاد اسلامی است که شاخه نظامیشون به نام سرای القدس شاخه نظامیشون هست و اونها در کنار حماس فعالیت دارن. منتها بیشتر رهبران حرکت جهاد اسلامی یک نوع شیعه زدگی دارن، روابط نزدیکی با ایران داشتن از قبلم، گرچه سیطره حماس و جهاد اسلامی در مناطقی که هستن خاصا در نوار غزه میتونیم بگیم که 95% حماس و 5% جهاد اسلامی است، اما به خاطر نزدیکیشون با حکومت ایران یک نوع فعالیت‌های به اصطلاح فرهنگی و رسانه‌ای بیشتر دارن، خودشون رو بیشتر تبارز دادن. اما آنچه که واقعیت است این است که در بین جهاد اسلامی کسانی بودن که شیعه زده شده بودن که ما بهشون میگیم سنیای اثنا عشری و بعضی گروه‌های دیگری هم بودن به نام مثلا کتایب یا گردان‌های ابن تیمیه بود که مدتی بعداً درگیر شدن با بعضی از حرکت‌های اسلامی در حماس که سرکوب کردنشون. اینها حرکت‌هایی که در اونجا فعالیت میکنن و امروز بعضی از حتی علما، بعضی از دعوتگران، بعضی از انسان‌های بیشعور احمقی که امروز اومدن این مسائل رو مطرح میکنن که والا حماس اینطوری است و فلان است و این اصلشون اخوان است و فلان. امروز یک گروه مظلوم که در یک منطقه کوچیکی در فلسطین دارن با آمریکا، با اسرائیل، با همه دنیای غرب، با همه منافقین و صهیونیست‌های عرب و فارس و عجم و همه دارن می جنگن و تو بدبخت بیچاره نشستی در اینجا که والا اینا این هستن، اخوانی هستن، فلان هستن. این انسان‌های احمقن، انسان‌های بیشعورن و انسان‌هایی هستن که بویی از انسانیت و اسلامیت نبردن. شما فکر نکنید که حالا مثلا یک ریش بلندی داره، یک عبا و قبایی داره، به قول اون شاعر که توتی هم نطق و بزم ریش و خرم جان دارد. دلیل نمیشه که مثلا اینا مصدر دین و شریعت باشن برای ما. اصلا اینا علمای دربار هستن، علمای سیاسی هستن. امروز اگر که مثلا حکومتشون ولی امرشون بگه که حماس خوب است، همه بلند میشن خطبه میگن که حماس خوب است. اگر گفتن که نه حماس بد است، همه اینا بلند میشن 100 تا دلیل میارن که حماس بد است. حرفای اینا رو گوش نکنین، امثالشون زیاد هستن، در رسانه‌ها شاید دیده باشید. واقعیت این است که امروز تنها گروهی که در فلسطین داره بر حق جهاد میکنه بر علیه اسرائیلی ها حرکت مقاومت اسلامی حماس هست که هیچ کاری اصلا ما نمیتونیم بکنیم، حداقل براشون دعا بکنیم. بیننده عزیزی سوال کردن آیا برای زنان جایز است رانندگی بکنن؟ بله، مادامی که شروط حجاب شرعی و این چیزها رو مراعات بکنه هیچ اشکالی نداره. در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم زنها اسب سوار میشدن، شتر سوار میشدن، مرکب سوار میشدن و امروز اگر ماشین سوار بشن
بعضیا میگن که نه ماشین سوار نشن. ببینید امروز مثلا شما در خیلی از شهرها ببینید یک زن ماشین شخصی داشته باشه، خیلی براش از نگاهش عفت و عزت و شرف خیلی بهتر است از این که بره در اتوبوس ها و متروها و وسایل نقل عمومی در اونجا تردد بکنه که گاهی اوقات به اندازه شلوغ میشه که مرد و زن به هم دیگه چسبیدن و شما شاید شاهدش باشین در شاید خاصا در بزرگ شهرها که خیلی شلوغ هست. به همین دلیل اشکالی نداره زن رانندگی بکنه، اما مادامی که شروط حجاب اسلامی و اون عدم خلوت اینا رو مراعات بکنه، اشکال شرعی در این مسئله دیده نمی شود. نوشتن که خانومی هستن 34 ساله، پسر دارن که 8 ماه، یک پسر دارن 8 ماه میشه که شوهرشون فوت کرده، حالت روانیشون خوب نیست، از زندگی سیر شدن، چه کار بکنن؟ ببینید خواهر گرامی، فوت یک انسان پایان زندگی نیست. الله سبحانه و تعالی مرگ رو آورده، زندگی رو آورده، مرض رو آورده و انسان نباید که تسلیم بشه در زندگی. حالا قسمت بوده، نصیب بوده، تقدیر بوده، شوهر شما فوت کرده، فرزندی دارید، شما امروز باید سعی و تلاش بکنید که این فرزندتون رو تربیت بکنید. چطور میشه از غم و غصه و این مصیبتی که رسیده این رو کم کرد؟ الا بذکر الله تطمئن القلوب، با ذکر الله سبحانه و تعالی قلبها آرام میگیرد. تلاوت قرآن کریم، خواندن نمازهای شب، دعا کردن، همه اینها انسان رو آرامش میبخشه. اذکار، استغفار کردن، از کاری که در قرآن و سنت اومده اینها رو ورد زبان قرار دادن و عبادتها رو سر وقتش انجام دادن، همه اینا سبب میشه که الله سبحانه و تعالی به انسان چی بده؟ صبر بده. چون فبشر الصابرین، الله سبحانه و تعالی بشارت. اما طوری که گفتم لعنت، وقتی که الله لعنت بکنه کسی رو یعنی جهنم، وقتی که بشارت بده یعنی بهشت. فبشر الصابرین، بشارت بده به انسان‌هایی که صبر میکنن. صبر یکی از عبادت‌های بزرگ است. صبر یکی از عبادت‌هایی است که ببینید دو عبادت داریم که هیچ اجر و پاداشی براش تعیین نشده، مقدار تعیین نشده، به غیر حساب است. به غیر حساب یعنی چی؟ یعنی حد و مرز نداره، به اندازه صبرت پاداش میگیری. چرا؟ چون این یکی از سخت‌ترین عبادت هاست. فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. کسانی که اگر مصیبتی با آنها برسد، اونها چیکار میکنن؟ سر و صدا میکنن، به سر کله خودشون میزنن، داد و واویلا میکنن؟ نه، اونها چیکار میکنن؟ میان صبر میکنن، به رضایت الله سبحانه و تعالی راضی میشن. این هاست که الله سبحانه و تعالی به اونها چی میگه؟ به اونها میگه بشارت بدید به کسانی که اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. همه ما از خداییم و به سوی خدا میرویم. امروز اگر شوهر شما رفته، فردا شما هم رفتنی هستید، فرزندتون هم رفتنی است، همه بشر رفتنی است. 100 سال بعد یک از این انسان‌هایی که امروز در کره زمین می‌بینید زنده نخواهند بود. وقتی که شما این کارو کردید، الله متعال چی میگه؟ اولئک علیهم صلوات من ربهم. کسایی که این صبر رو پیشه کردن، الله سبحانه و تعالی درود و رحمت میفرستد بر اینها. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. کسانی که صبر پیشه کردن، الله سبحانه و تعالی به اونها رحمت و درود میفرسته. وقتی که الله رحمت و درودش رو فرستاد، خود به خود در وجود شما، در درون شما آرامش به وجود میاد. این آرامش رو فقط با ذکر الله سبحانه و تعالی، با صبر میتونید شما به دست بیارید. و اولئک هم المهتدون، و اینها هستن انسان‌های راهیاب، هدایت شده. پس در هنگام سختی و مصیبت به جای داد و واویلا کردن، انسان باید صبر بکنه. صبر به انسان آرامش میده. وقتی که صبر کردی، به رضای الله سبحانه و تعالی راضی شدی، الله سبحانه و تعالی بر شما چیکار میکنه؟
درود و رحمت بیپایان خودش رو نثار میکنه. وقتی کسی که مشمول رحمت و درود الله سبحانه و تعالی قرار بگیره، اون انسان چی میشه؟ احساس آرامش میکنه. الله سبحانه و تعالی بهش صبر میده. بیننده عزیز از تاجیکستان، سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم. دوستان عزیزی که تماس میگیرن لطفاً متوجه تلفنشون باشن. بیننده بعدی هم از تاجیکستان، سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، بفرمایید. سلامت باشید. یعنی خواندن سوره حمد امرای امام درست است؟ چشم در این مورد صحبت میکنم. سلامت باشید. در این مورد صحبت میکنم. تشکر از شما. سلامت باشید. خواندن قرائت در پشت امام، اگر در نماز جهری باشد، در 2 رکعت اول امام با صدای بلند قرآن رو تلاوت میکند، پشت سر امام تلاوت کردن جایز نیست. فاذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا، گوش بکنید، با دل و جان گوش بکنید. وقتی که امام تلاوت میکنه شما گوش بکنید. مثل این است که شما دارید میخوانید. چون همین که شما البته به لب اگر نخوانید، وقتی که امام داره قرائت میکنه یک سوره رو میخونه، شما در ذهنتون داره این مرور میشه که انه که شما هم دارید میخوانید. در 2 رکعتی که امام با صدای بلند قرائت نمیکنه، در اونجا چون شما صدای تلاوت امام رو نمیشنوید، در اونجا شما بخوانید بهتر است. در 2 رکعت اول که میشنوید تلاوت امام رو نخوانید، گوش بکنید. در بعضی از مساجد بعد از تلاوت سکوت میکنه امام، مدت 1 دقیقه، کمتر از 1 دقیقه سکوت میکنه. در اون سکوت به خاطر چی سکوت میکنه؟ خاطر در کشورهای عربی اگر متوجه شده باشید، در حرمین شریفین سوره حمد رو میخونه، سکوت میکنه. بعضی از ائمه هستن. به خاطر چی است؟ به خاطر اینکه مقتدیات در این فاصله چیکار کنن؟ سوره حمد رو بخوانن. اینا کسایی هستن که قائل به فرض بودن قرائت هستن. یعنی مقتدی باید پشت سر امام حتما سوره حمد رو بخونه، چون که دلیلشون حدیثی است که در صحیحین آمده که لا صلاة الا بفاتحة الکتاب، کسی که سوره فاتحه رو نمیخونه نمازش صحیح نیست. اما اگر امام این فاصله رو قرار نداد و خواند و بعد از اون ولا ضالین آمین گفت، شروع کرد تلاوت سوره بعدی رو، در اینجا لازم نیست که شما بخوانید. خلاص با آدمی که شنیدید از شما ساقط شده است. اما در 2 رکعت دیگر، مثلا نماز ظهر است، نماز عشا هست، در 2 رکعت دیگر که امام خفیه میخوانه، شما بخوانید بهتر است. یعنی علمای اعلام، علمایی که اهل فقه و تقوا و پرهیزگاری هستن، میگن بخوانید بهتر است. و در نمازهایی که خفیه است، مانند نماز ظهر، مانند نماز عصر، در این نمازها شما بخوانید بهتر است پشت سر امام، چون که شما صدای امام رو نمیشنوید. در 4 رکعت شما سوره حمد رو بخوانید بهتر است. این رأی جمهور علماست. بیننده بعدی، سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید برادر عزیز.
بفرمایید. سربلند موفق و پیروز باشید. سلامت باشید. شما فخر ملت تاجیک زبانان دنیا هستید برادر. سلامت باشید، بزرگوارید شما. شجاعانه، مردانه، همچون کوی فولادین و مقابل هر بدعت و هر بدعتکار برآمده و مقابل عالم‌ها و امام‌ها و ملاهای چاپلوس برآمده حرفان مردانوار میزنید. ما شما فخر ملت ما هستید. سلامت باشید. سلامت باشید برادر عزیز. ملاهای تاجیکستان باید از شما عبرت بگیرم. شما نمونه باشید. هستید. سلامت باشید. الو. سلامت باشید. تشکر از شما. انسان باید معتدل باشد. نه ملای باشد. برای همه گفتنی هستم که همه وقت سربلند باشید. انشاءالله دعاگاه هستید. سلامت باشید. الله متعال سعادت دنیا و آخرت نصیب شما بکنه برادر عزیز. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بیننده در یوتیوب نوشتن که آقا انسان چرا علما اهل سنت وهابیت نمیان از توهین‌های جنسی صحیح بخاری مسلم که به پیغمبر با عایشه نسبت داده شده بیانیه صادر کنن موضوع بگیرن. ببینید هیچ گونه توهین نه به پیامبر و نه به ام المؤمنین و نه عکسش وجود نداره. این آخوندهای بشکه‌ای شما هستن، چون از بس که خواهرش رو صیغه داده به یکی، زنش پنهانی رفته صیغه کرده با کسی دیگه، خودش رفته با زن به اصطلاح رفیقش در حوزه علمی صیغه کرده، اون یکی با زن این با دختر اون، یه معشری است در اونجا در بین خودشون. این آخوندهای صیغه‌ای چون که نه به زنش اعتماد داره، نه به دخترش اعتماد داره، نه به خالش، نه به عمش، به هیچ کس. این زندگی اینها همینطور زندگی بشکه‌ای است. به خاطر همون هر مسئله ای رو فکر میکنه که چون میگن کافر همه را به کیش خود پندارد، فکر میکنه که هر به طور مثال یک نمونهش همین است که یکی از روایاتی که اینا به اون اعتماد میکنه که میگه که فلان صحابی اومد گفت که ذهبت الى المدینه و نزلت عند العایشه رضی الله تعالی عنها. بعد از اون حکایت میکنه، حکایت زندگی، ثم احتلمت. این رو اومدن گفتن بله صحابی رفته در خونه ام المؤمنین عایشه و در اونجا محتلم شده. این خونه بعد چه فکر آخوند دیگه میگه بعد این خونه حضرت عایشه چقدر بوده؟ 1 متری در 1.5 متری خونه کوچولویی بوده. بعد این صحابی کجا خوابیده؟ عایشه کجا خوابیده؟ چطور اینجا محتلم شده؟ فکر آخوند اینطوری یک فکری است. خیلی جالب یکی از علمای اهل سنت جواب داد به این آخوند کثیفی که این مسئله رو بیان کرده بود، کسی به نام قزوینی. در عربی میگه که مثلا ذهبت الی القم و نزلت عند آیت الله قزوینی. من شهر قم رفتم و مهمان آقای قزوینی شدم. منظور این است، اصطلاح این است. بعد این به این معنی نیست که وقتی که من قم رفتم و مهمان آقای قزوینی شدم حتی رفتم تو اتاق خوابش در بین آقای قزوینی و زنش خوابیدم. این غیر از یک فکر مریض، یک فکر باطل، کسی دیگری همچین تصوری نمی‌کنه. به خاطر همین آنچه که علمای به اصطلاح کثیف شما، صیغه‌ای شما فکر میکنن که مسائل جنسی است و توهین است، در حقیقت نه جنسی است و نه توهین است. این بیان دین است و انسان‌هایی که مریض باشن، انسان‌هایی که بیمار باشن، مثلا یک انسانی زکام هست، سرما خورده، شما یک گل محمدی خوشبو رو ببرید بهش بدید بو، میگن نه اصلا بو نداره، شاید هم بگه بوی بد داره. این تقصیر گل نیست، تقصیر اون دماغ گندیده اون طرف هست که بیمار است. و شما آخونداتون بیمارن، به خاطر همین این مسائل رو به خورد شما میدن و شما میید اینجا نشخوار میکنید. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، بفرمایید. آقا محمد خوب هستی؟ الحمدلله، زنده و سلامت باشید، بفرمایید. چند
سوال داشتم اگر سوال پاسخ می‌گردید. بفرمایید. سوال اول در مورد نماز تهجد آقا، بله. یعنی نماز تهجد هم یگان وقتی معین دارد یا که بعد از نماز خفتن، ما خفتن میگیم ایشان میگن بعد از نماز خفتن پیش از ذکر واجبش همین تهجد خانه میشه یا که نمیشه؟ بله. نماز تهجد وقتش شما شب رو به 3 قسمت تقسیم بکنید. مثلا اگر در روسیه زندگی میکنید یا در تاجیکستان، شب اگر 12 ساعت است، وقتی که 4 ساعت بعد از غروب آفتاب وقت نماز تهجد شروع می شود تا وقت اذان صبح. یعنی 1/3 شب که بگذرد شما می توانید که نماز تهجد بخوانید تا اذان صبح. سوال بعدی؟ سوال بعدی آقا محمد، همین درباره چی گفتم علای مهربان در قرآن میگه کنتم خیر امتی، یعنی شما هستید بهترین امت ای امت محمد. بعد از علما میگن که خداوند در اینجا کلمه کنتم خیر امتی گفت، اینجا اشاره به سوی صحابگان پیامبر کرد. شما هستید بهترین امت ای صحابگان پیامبر. میگه با جای کلمه کنتم اگر علای بار انتم ذکر کرد، از در اینجا همه ما شامل میشیم. مادام کنتم گفت اینجا اشاره به سوی صحابگان کرد. باشه. ببینید این یک تعبیر نادرست است، چون که ما برای الله سبحانه و تعالی زمان فرق نمی کند. ببینید کنتم یا انتم یا مثلا الله سبحانه و تعالی میگه یا الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اند، یعنی قبلا ایمان آوردن. به اصطلاح زمان ما صیغه ماضی است، درست؟ یعنی ایمان آوردن. پس ما در این شامل نمیشویم؟ شامل میشیم. پس اینجا الله سبحانه و تعالی میگه که کنتم خیر امت اخرجت للناس، صفت رو بیان میکنه. صفت این امتی که بهترین امت ها چی است؟ تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. وقتی که شما امر به معروف و نهی از منکر میکنید بهترین امت هستید، چه در زمان صحابه، چه در امروز، چه در فردا. اما اگر کسی بیاد بگه مصداق این آیه کی است که به این آیه عمل کردن، با در اون صورت میگیم صحابه هستن. سوال دیگر دارید؟ بفرمایید. یک سوال دیگه آخران سوالی برادران در پس بعدا منتظرم. برادر جان، همین درست است که میگن روز قیامت الله مهربان 70,000 امت پیامبر صلی الله علیه و سلم به حساب داخل بهشت میکنند. بله. اینها 70,000 نفری که بدون حساب و کتاب وارد بهشت میشوند، کسانی هستند که به سحر، جادو، فالبینی، به اصطلاح چی میگن، به تعویض، به این چیزها عمل نکردن، این کارا را انجام ندادن. اینا بدون حساب و کتاب وارد بهشت میشوند. کسایی که آنقدر ایمان و یقین به الله سبحانه و تعالی داشتن که اصلا به دنبال این چیزا نرفتن. حضرت نمیشه که دعا کنه که خداوند ما ایسا فهمه 70,000 باشه. الله سبحانه و تعالی شما را از جمله این 70,000 بگردانه و امراهی با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و صدیقین و شهدا در جنت را نصیب کند. آمین. سلامت باشید. سلامت باشید. تشکر از شما. من همچین تماسهای شما رو که میگیرم، پیام هایی رو که بعضی عزیزان فرستادن، اینها رو هم جواب میدم. بیننده عزیزی که 3 شماره اخیرشون 312 نوشتن که در دشت هستیم، آب نداریم، آیا می شود با آب باران وضو گرفت؟ بله، چرا نمیشه. یک جای آب باران جمع شده باشه، پاک باشه، میشه که با او وضو گرفت، هیچ اشکالی نداره. بیننده عزیزی فرستادن که پیام که کرد هستن از ایران، نوشتن آیا الان بر ما جهاد بر علیه اسرائیل و کفر واجب است؟ هرچند که در کشور خودمان هم کفر بیداد میکند و کشورهای دیگر مثل سوریه و غیره که حکام ظالم مشرکن. الان تکلیف ما چیست؟ از مسلمان بودنشان نوشتن که شرمسار هستن، فقط ظاهر و عمل نیست. لطفا راهنمایی کنید. ببینید، جهاد تا روز قیامت جهاد هست و هیچ زمانی نمیاد که بگیم که جهاد وجود نداره. جهاد
قلعه اسلام است. جهاد عزت و شرف و سربلندی مسلمان هست. الله سبحانه و تعالی جهاد رو به خاطر چی فرض کرده؟ به خاطر نشر توحید، به خاطر نشر اسلام، به خاطر جلوگیری از ظلم، به خاطر جلوگیری از ستم و برپایی عدل و داد. و به رسول الله صلی الله علیه و سلم امر می‌کند که فقاتل فی سبیل الله، ای محمد در راه الله ای محمد صلی الله علیه و سلم در راه الله عزوجل چیکار کن؟ جهاد کن. و حرض المؤمنین، و مؤمنین را هم تشویق بکن برای جهاد. چرا؟ جهاد عزت و سربلندی است برای مسلمان. وقتی که در یک نقطه ای از کشورهای اسلامی ظلم و ستمی بر مسلمانان وارد می شود، جهاد بر مردمی که در اونجا زندگی می کنن فرض عین است. اگر اینها زورشان نمی رسید، تعدادشان اندک بود، کفار زیاد بودن، بر همسایه هایشان همینطور به ترتیب فرض می شود. ببینید بعضی از دوستان امروز چی میگن؟ خب در فلسطین جهاد است، تو چرا نمیری؟ در فلسطین جهاد است، چرا فلانی نمیره؟ امروز مردم فلسطین، مردم غزه به افراد نیاز ندارن. به قول یکی از مجاهدین میگفت که مثلا بعضیا میان ما اومدیم که جهاد بکنیم، میگه برای ما دردسرن. اینو تمرین دادنش، با سلاح‌ها آشنا کردنش، مسائل امنیتی و براش آموختن، این 1 سال 2 سال وقت میخواد تا این آدم بشه که بتونه بره در صف اول در جهاد بره. برای ما دردسر ایجاد میکنن. اونها امروز در همه جوانب زندگی، سیاسی، تربیتی، تعلیمی، اقتصادی، تجاری، به نصرت و یاری ما نیاز دارن. تنها جهادی نیست که تو حتما بری اونجا در کنار اونها قرار بگیری، بله این شد جهاد. امروز هر کس میتواند جهاد بکند بر علیه کفار، بر علیه دشمنان اسلام، بر علیه آمریکا. و همین که شما بایکات میکنید این خودش یک جهاد است. همین که امروز شما فرزندانتان را با ایمان، با تقوا، ببینید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. حالت عشق شو فکر میکنید که مثلا صلاح الدین ایوبی آمد، عمر ابن خطاب اومد، این همه قهرمان ها، طارق ابن زیاد و موسی ابن نصیر و تمیم و جابر و خالد ابن ولید و سعد ابن ابی وقاص و اینا آمده، اینا همینطوری یک شبه؟ نه، اینا نسل هایی بودن که تربیت شدن. ما باید فرزندانمون رو تربیت بکنیم، باید جامعهمون رو اصلاح بکنیم. باید امت اسلامی آماده بشن برای اینکه 4 تا شرابی و کبابی و فاسق و فاجر نه امروز بر بالای امت اسلامی حکومت بکنن و ما مثل گوسفندا فقط حرف اونا رو گوش بدیم. اطاعت از ولی امر گفته. امت باید تغییر بکنه، جامعه باید تغییر بکنه، این نسل باید تغییر بکنه. یک نسلی مثل نسلی که در غزه است باید ما تربیت بکنیم. در اون صورت می توانیم که در مقابل کفار بایستیم. باور کنید امروز همینه که داد و بیداد میکنن آی جهاد آی جهاد. اگر واقعا بیاد شما به لیست رو بگید بیا بسم الله الان آماده برای فرستادن به غزه، از 100 نفر باور کنید 1 نفر جرأتشو پیدا نمیکنه. این مسئله این نیست که ما اینجا بریم یک سیاهی لشکری درست بکنیم و به جای اینکه بخوایم خدمتی بکنیم یک دردسری برای مجاهدین ایجاد بکنیم در اونجا. ما امروز مثلا کشور اسلامی است، سفارت اسرائیل در اونجا باز است، روابط اقتصادی، سیاسی، نظامی، تجارتی، اقتصادی با اسرائیل دارد. این کشور اگر در رأسش یک حاکم مسلمان باشه همه اینا رو باید ببنده. اگر این ملت در حدی از تقوا و پرهیزگاری، علم و معرفت و شعور رسیده باشن باید این حکام رو عوض بکنن. ما نمیگیم با جنگ، با کشتار، با بزن بکش، با انقلاب، با کودتا. کودتا کردن چی شد؟ در مصر کودتا شد، انقلاب شد، سگ رفت به جاش یک شغال دیگری آمد. یعنی چیزی فرق نکرد در اونجا.
بلکه ظلم و ستم بر بالای مسلمان ها از زمان حسین مبارک تا الان 2 چندان شده، 3 چندان شده. پس این رسول الله صلی الله علیه و سلم 13 سال در مکه می دیدن که سمیه داره عذاب میشه، عمار داره عذاب میشه، یاسر داره عذاب میشه، بلال داره عذاب میشه. چرا در اونجا حکم جهاد صادر نکردن؟ نگفتن بزنید، بکشید، نجات بدید خودتان را. چی میشد اگر میزدن میکشتن؟ خب ابو جهل ابو لهب میکشتن، بقیه همه چند تا مثل بلال بودن، چند تا مثل صهیب بودن، چند تا مثل عمار و یاسر بودن، کم بودن. تربیت نشده بود یک نسلی، این سختی ها رو ندیده بودن. بعد از 13 سال وقتی یک نسلی آماده شد در مدینه، اینها رفتن 313 نفر بودن، 313 نفر در با یک لشکری 3 برابر 4 برابر خودشون مقاومت کردن. در ظرف 23 سال پیامبر صلی الله علیه و سلم یک نسلی رو تربیت کردن که این نسل توانست نصف دنیا رو فتح بکنه. بیننده دیگری سوال کردن که آیا فهمیدن جهت قبله در یک کشور، در یک مکان بیگانه برویم ولی قبله رو نمیدانیم به کدام جهت؟ بعد خیلی این سوال رو میکنن. اولا امروز در همه گوشی ها و تلفن های دیجیتالی که ما استفاده میکنیم برنامه هایی هست مانند المصلا یکی از بهترین برنامه هاست که هم مجانی است و هم با پول. شما میتونید مجانیش استفاده بکنید. در هر گوشه دنیا که برید جهت قبله رو برای شما نشون میده. این یک. ثانیاً در کشور اسلامی که معروف است مساجد، شما میتونید از هر کی بپرسید قبله رو به شما نشون. اما یک جایی رفتید قبله رو نمیدونستید که کدام طرف است. در افغانستان و تاجیکستان و مشرق زمین عموما طلوع آفتاب و غروب آفتاب جهت قبله به اصطلاح تعیین میکنن. این به خاطر این است که در همون کشورها مکه مکرمه در مشرق در مغرب قرار دارد، به خاطر این قبله طرفی است که آفتاب غروب میکند. اما در همه کشورها اینطوری نیست. پس انسان باید اولا بحث بکنه، سعی بکنه، تلاش بکنه جهت قبله رو پیدا بکنه. اگر پیدا نشد حدس بزنه. یعنی مثلا در یک جایی هستید حدس میزنم که قبله این طرف است، نماز میخوانم. بعد از اینکه نماز رو خواندید کسی اومد به شما گفت که نه قبله این طرف نیست، این طرف است، نمازتون رو اعاده بکنین. اما اگر متوجه نشدید و کسی هم نبود که اونجا به شما بگه، نمازتان انشاءالله درست است و صحیح است و هیچ مشکلی ندارد. بیننده نوشتن که حکم فرزند گرفتن در اسلام چیست؟ آیا کسانی که پدر و مادرشان معلوم نیست یا مفقود شدن را می توانیم سرپرستی نموده حکم میراث و محرمیتشان واضح سازید؟ ببینید، فرزند گرفتن در اسلام نیست. در عربی میگن تبنی، در فارسی میگن فرزند خوانده یا فرزند گرفتن. در اسلام فرزند گرفتن نیست که ما بگیم که والا میرم در یک جایی که مثلا کودکای بی سرپرست رو در اونجا نگهداری میکنن، ما بریم در اونجا و یک دختری رو یا پسری رو از اونجا بگیریم و بیاریم بگیم که این فرزند من هست. در اسلام فرزند خواندگی نیست. الله سبحانه و تعالی در سوره احزاب ادعوهم لآبائهم، آنها را به اسم پدرانشان صدا بکنید. اینم در قضیه زید رضی الله تعالی عنه نازل شد که زید از بس که رسول الله صلی الله علیه و سلم او رو دوست داشتن میگفتن زید ابن محمد. همه میگفتن زید ابن محمد. زید ابن حارثه بود، پدرش حارثه نام داشت، اما مردم رو میگفتن زید ابن محمد، حب رسول الله صلی الله علیه و سلم، از بس که این رو دوست داشتن. و فرزندش اسامه بن زید، اونم از صحابی بود که زید در معرکه موتس فکر کنم در اونجا به شهادت رسید، و فرزندش اسامه که ابن حب رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفتن که ایشان رو هم پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی دوست داشتن. بعد از نزول این آیه رسول الله صلی الله علیه و سلم امر کردن که بعد از اون بگن زید ابن حارثه، نگن زید ابن محمد. در اسلام فرزند خواندگی نیست. هر کسی رو باید به اسم پدر و مادرش صدا بکنن. اما
شما میرید در یک جا در یتیمخانه یک یتیمی رو میارید، میتوانید سرپرستی بکنید. اون رو در شناسنامه به نام خودتان ثبت نکنید. مثلا اسمت احمد است، اون رو از اونجا بگیری. در بعضی کشورها این رایج است. اسم خانوادگیت رو بدی، اسم خودت رو بدی. مثلا فرزندی رو بیاری مثلا از یک دارالایتام بیاری، اسم خانوادگی شما مثلا احمدی است، اون رو بگذاری اسم شما مثلا محمد احمدی. این جایز نیست، این حرام است. یک اسم ولو مجهول باشه، مثلا محمد محمود احمدی، مثلا جمالی، کاشانی، حالا یک اسم غیر معروف، اشکالی نداره. اما این که به خودتون نسبت بدید، در شناسنامه ثبت بکنید به عنوان فرزند خودتون، این جایز نیست. این فرزند کودک، پسری رو شما از دارالایتام میارید، در خانه بزرگ میکنید، به سن 18 19 سالگی 20 سالگی میرسه. این محرم دختر شما نیست، محرم همسر شما نیست. در یک خانه سر یک سفره، یعنی در کنار دخترتون، در کنار همسرتون نمیتونه زندگی بکنه. این محرم، الا در صورتی که در دوران شیرخوارگی همسرتون به او شیر داده باشه. همسرتون به او شیر داده باشه، بعد از اون این خواهر و برادر رضاعی میشه با فرزندان شما و فرزند رضاعی میشه برای همسر شما و برای شما. در غیر اون دختری رو اگر شما از دارالایتام میارید، در خونه خودتون بزرگ میکنید و اون به سن بلوغ میرسه، این محرم فرزندان پسر شما نیست، محرم شما نیست. این چیزها رو باید در نظر بگیریم. اصلا فرزندخواندگی در اسلام نیست. شما میتوانید ایتام رو سرپرستی بکنید، شما کل احتیاجات اونها رو میتوانید برآورده بکنید. اگر کودک از شیرخوار است، میتوانید به اونها همسرتون شیر بده، بعد برای شما محرم میشه، برای فرزندانتان. اما این که بیارن در خونه و بعد از این بزرگ بعد به اسم خودت، بعد این محرمیت خیلی یک جنجال بزرگی رو ایجاد میکنه در جامعه. مسئله میراث است. فردا مثلا شما اون رو ثبت کردید به اسم خودت، این از میراث حق نمیبره. کسی که شما رو سرپرستی کردید از میراث حق نمیبره. اگر شما از میراث خودتون به او میدید، این ظلم است به فرزندانتون. و این احکام شرعی است که الله و رسول برای ما بیان کرده است. این سوالی بود که بیننده عزیز از ما پرسیده بودن که جواب ایشان رو هم دادیم. فکر میکنم سوالاتی که برای من کارگردان عزیزمون فرستاده بود همه رو پاسخ دادم. بیننده عزیز از روسیه، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و علیکم السلام و رحمت. بله بفرمایید برادر عزیز. برادر در باره حجاز صحبت میکردیم برای تاجیکستان. بازی در تاجیکستان مخاطر ریشامون همه روشن. در تاجیکستان از بغیر از مسجد در یگان جایگاه نمازخانیمون نمیمونه. در تاجیکستان سطرهای خواهرامون، سطرهای مادرامون، اگر چیز ظلمی که در حق مسلمان ها، در حق برادرای مسلمان ها که هستن، چیزی خیلی که میفرشون کرده هستن. امیر میتونه گفته که یعنی هجرت در بالای ما فرض شدگیه یا نه؟ باشه چشم، در این مورد صحبت میکنم. تشکر از شما. سلام علیکم. برادر عزیز، یعنی من تعجب میکنم از بعضی از ملت ها، محارم شما رو، زنت رو، دخترت رو، خواهرت رو، حجابش رو یک پلیس از سرش بر میداره و تو همینطور سن نگاه بکن، بگو من هجرت میکنم. بزنید لط و پارش بکنید. من قتل دون عرضه فهو شهید. رسول الله صلی الله علیه و سلم، کسی به خاطر ناموسش کشته بشه شهید است. به خاطر حجاب خواهرت، زنت، دخترت کشته بشی، شهید بشی، بهتر از این است که بری در کشور کفر در اونجا زندگی بکنی. حالا با کجا میخوای هجرت بکنید؟ مثلا به افغانستان؟ کسی به افغانستان هجرت میکنه؟ والا نمیکنه. چرا به روسیه هجرت میکنه؟ بخاطر پول، بخاطر کار، بخاطر زندگی. کسی به پاکستان هجرت میکنه؟ نمیکنه. هجرت میکنن به کجا؟ به کانادا. هجرت میکنن کجا؟ حالا ما مهاجر شدیم آلمان، مهاجر شدیم بلژیک، مهاجر شدیم هلند، مهاجر شدیم روسیه. بیستید در وطن، در مقابل ظلم و ستم بیستید.
باور بکنید من یعنی بارها گفتم بازم تکرار میکنم، یک پلیسی در یک بازار بزرگی میاد یک دختر با حجاب تاجیک رو نگه میداره، میگه توی روسری از سرت بردار، سترت بردار، و در اطراف اینها 200-300 تا مرد دیوس بی غیرت تاجیک داره نگاه میکنه. بزنید تیکه تیکه بکنید که نه بوتش به کسی برسه، نه لباسش به کسی برسه، نه کلاهش به کسی برسه. ببینید اگر بعد از اون حکومت اگر نیامده میتونه متوقف نکرد. از بیغیرتی اکثریت است که امروز سطر یک خواهر مسلمان ما رو در بازار در کوچه یک پلیس کثیف گرگ زده میه بر میداره و شما نگاه بکنید تینجی باشد خیر سلامت نکنید، اجاد بکنید. تو بری شکست چی کار داری؟ تو به نماز خواندن کس چی کار داری؟ چرا؟ همین الان مثلا در حکومت تاجیکستان چند هزار پلیس وجود دارد؟ 10,000 20,000 100,000 1 میلیون؟ خب 1 میلیون پلیس هم اگر وجود داشته باشد، آیا 1 میلیون پلیس در مقابل 9 میلیون دیگر 8 میلیون دیگر چی کار میتواند بکند اگر 8 میلیون دست به دست هم بدن از عزت و شرف و ناموس و دین و عقیده خودشان دفاع بکنند؟ یک انسان یک طاغوت بیاد در اونجا بشینه هر چی که مغز گندیده خودش میگه سر مردم رو تطبیق بکنه، شب میخوابه صبح میخیزه والا بعد کرته اطلس بپوشید. تو رو چی؟ تو زن خودت هر طور دوست داری بپوشن، به زن مردم چی کار داری؟ چی است که یک چیز به ما گفتن خیر است تینجی شود جنگ نشود چیز نشود، قبول کردیم. دیگه یک چیز مشکل یک چیز دیگه خواستن خیر است اینم قبول کردیم. یک چیز دیگه خواستن و اینم قبول کردیم. همینطور رفت. من در یکی از برنامه گفته بودم که روز اول یک مسئله رو قبول کردی، الان دیگه راه سرت باز شد، دیگه هر چیز سر شما میقبولانند. قبول نکنید. الان اگر مثلا در یکی از بازارهای شهر دوشنبه بگیم 1000 تا خواهر ما با حجاب براین، همینطور چند تا اینا رو میبرن؟ یکشو میبره، 2 تا رو، 3 تا، 4 تا، 5 تا، 100 تا، 1000 تا که برآمد 1000 دیگه براید، 1000 دیگه براید، 1 میلیون زن با حجاب براید، همه رو میبرن؟ کجا میبرن همه رو؟ بعد یکی از دوستاشی میگفت والا میبرن زندان میکنن میکشن. بله، امروز مردم غزه که در یک ماه 12-13 هزار شهید دادن، به خاطر چی دادن؟ به خاطر عزت دادن، به خاطر کرامت دادن، به خاطر شرف دادن. ما ملت تاجیک 2000 5000 10000 سال تاریخ داریم حساب نیست. الان چی داری؟ داشتیم حساب نیست. داریم حساب. الان چی داریم؟ الان یک گرگ زده نوکر پوتین آمده بالای سر ما حکومت میکنه، هر چی که دلش خواست انجام میده، ما خیر است، چه مشکل ایجاد نشود. نه خیر، مسئله شرف من بود، مسئله عزت من بود، مسئله ناموس من بود. بذار که همه دنیا نابود بشه، همه دنیا فدای ناموس و عزت و شرف من، همه دنیا فدای دین من، عقیده من. ما اینطوری باید فکر بکنیم. یکی رو زنش گپ زدن چیزی نگفت، اون یکی رو دخترش گپ زدن چیزی نگفت، این یکی رو مادرش گپ زدن چیزی نگفت، الان دیگه شیر شدن، الان هر کاری که دلشان خواست انجام میدن و به این هم اکتفا نمی کنن. شما سکوت بکنید، بریش سکوت کردید، از مسجد منعتان کردن، از مسجد من کردید، از جماعت منعتان کردن، از جماعت من چیزی نگفتید، از مکتب دینی منعتان کردن، اونجا چیزی نگفتید، از قرآن خواندن منع کردن. من تعجب میکنم، یعنی باز اجرات بکنید، کجا بگم به شما بگم کجا اجرات بکنید؟ شما کجا میخواید برید مثلا؟ برای اینکه انسان یک عمر با عزت و با شرف زندگی بکند، قربانی لازم است، جهاد لازم است، فداکاری لازم است. 1 2 نفر 10 نفر 100 نفر 1000 نفر باید قربانی شوند، باید جان بدن، باید مقاومت بکنن، باید صبر بکنن، باید زندان برن. چرا زندان نمیرن امروز؟ چرا از زندان میترسن؟ این عالم دامولا ساکت از زندان میترسه، اون عالم دامولا ساکت از زندان میترسه. همه ایشان را مثل الاغ داره استفاده میکنه.
به خاطر عزت و شرافت و کرامت انسانی و اسلامی باید قربانی داد. بس که امروز مردم غزه داره، وگر این باور کنیم مردم غزه بگن که خلاص حکم اسرائیل رو قبول بکنن، خیابان‌های شیک، خانه‌های بلند، آب، برق، گاز، اینترنت، همه چیز مهیا، سینما، تئاتر، بازار، مارکت، همه چیز براشون مهیا میشه. اسرائیلی هم همینو میخوان. اما نه، به خاطر عزت و شرافت و کرامت خودشون دارن قربانی میدن. و شما فکر میکنید این بی نتیجه است؟ نه خیر. در نتیجه این قربانی ها رو خواهیم دید. ازبک ها قربانی دادن، جنگ نکردن، کودتا نکردن، انقلاب نکردن، اما قربانی دادن به خاطر دین. چقدر علمای ازبک شهید شدن، چقدر علمای ازبک زندان رفتن، چقدر جوانان ازبک قربانی دادن و اون قربانی ها هدر نرفت. خداوند کریموف رو از بین برد، میرزایوف آمد. کی باورش میشد که این 180 درجه در ازبکستان تغییرات ایجاد شود، این همه آزادی دینی برای مردم ایجاد شود؟ از سبب چی است؟ سبب او خونهایی که ریخته شد، سبب او انسانهایی که صبر کردن، جهاد کردن، مقاومت کردن، زندان رفتن، حق رو گفتن، ملت رو بیدار کردن. این تنصر الله ینصرکم، و خداوندم نصر و پیروزی خودش را می آورد، یا از راه جنگ یا از راه صلح. به پایان برنامه رسیدیم. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر که باز هم با شما عزیزان همراه خواهیم بود، همه تان را به پروردگار متعال میسپارم و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني